سگ ولگرد و شرک اکبر. یا علی یا علی من سگ ولگردم و قلاده زن برگردنم. یا علی من سگ ولگردم و قلاده زن برگردنم. یا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما انسانها را گرامی داشتیم و آنها را در دریا و خشکی بر مرکب سوار کردیم و از نعمتهای پاک بهره‌مندشان ساختیم و آنها را بر سایر مخلوقات خود برتری زیادی بخشیدیم. بینندگان عزیز، اسلام ناب و مکتب اهل بیت را بهتر بشناسیم. نام دیگر آن به گفته خود پیروان آن مذهب سگان ولگرد علی می باشد. البته جالب است بدانید که این سگان ولگرد مرتکب شرک اکبر نیز می شوند. توجه فرمایید. یا علی می پرستم من تو را ای پادشاهم ای صنم. یا می پرستم من تو را ای پادشاهم ای صنم. یا علی والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. و کسانی را که جز او می‌خوانید و می‌پرستید حتی به اندازه پوست نازک هسته خرما مالک نیستند. اگر آنها را بخوانید صدای شما را نمی‌شنوند و اگر بشنوند به شما پاسخ نمی‌گویند و روز قیامت شرک و پرستش شما را منکر می‌شوند و هیچ کس مانند الله آگاه و خبیر تو را از حقایق با خبر نمی سازد. سنگ چو بی صاحب شود سنگش زنند. سنگ چو بی صاحب شود سنگش زنند. من سگ کوی تو هم خواهم مرا سنگم زنند. مولا مدد مولا حالا بگو مولا علی مولا بگو پادری. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. بعضی از مردم معبودانی غیر از الله برمیگزینند
که آنها را همانند الله دوست می‌دارند، ولی مؤمنان الله را بیشتر دوست دارند. البته کسانی که ستم کردند و معبودانی غیر از الله برگزیدند، هنگام مشاهده عذاب الهی خواهند فهمید که تمام قدرت از آن الله است و عذاب الله بی نهایت سخت و دشوار است.